آدیومک چیه؟ آدیومک یک استودیو کاملا حرفه‌ای از نظر تجهیزات و اکوستیک و یک دموروم بسیار قابل اطمینانه. در واقع آدیومک رو ما تأسیس کردیم که یه مرجعی در زمینه صدا باشه. حالا اون مرجع میتونه برای ضبط باشه، برای مسترینگ باشه، برای میکس باشه، برای اطلاعات خیلی تکنیکال که خیلی افسانه درباره‌اش زیاده تو ایران. ما سعی می‌کنیم بهترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدیم که شک و شبهه دیگه باقی نمونه. ما چند تا دلیل داشتیم برای تأسیس آدیومک. مهمترینش این بود که برای انتخاب تجهیزات استودیویی و مخصوصا سری حرفه‌ای تجهیزات حتما نیاز به تست کامل اون دستگاه هست که ببینید احساس نیاز شما رو برطرف میکنه یا نه. اصلا نمیتونید از طریق اسم روی سایت یا دیدن ویدیوهای تو یوتیوب تصمیم بگیرید. کاملا صدای چیز شخصیه، یه چیز ادراکیه و برای هر شخصی ممکنه فرق بکنه. برای یه شخصی اون دستگاه بهترین دستگاه دنیاست، ممکنه همون دستگاه میکس و تنظیم یک شخص دیگر رو کاملا به هم بزنه. دقیقاً همینطوره. وقت تنوع مخصوصا اینقدر بالا میره و روز به روز داریم شاهد این هستیم که برندهای جدیدی دارن میان توی بازار. ما نمیتونیم بسنده کنیم به این که بریم یه ریویو بخونیم، مخصوصا که همونجوری که محمد رضا گفت قضیه حرفه‌ای میشه، عددها و قیمتها بالا میره و یک انتخاب اشتباه ممکنه به شما لطمه بزنه. همیشه اون چیزی که گرونترینه ممکنه مناسب شما نباشه. دو تا چیز گرون کنار هم ممکنه یکیش به صدای شما بخوره یا سبک شما بخوره و یکی دیگهش به سبک و صدای یه خواننده دیگه، یه نوازنده دیگه و غیره. یکی از موضوعاتی که همیشه من در برخورد مشتری‌ها باهاش مواجه میشم اینه که میگن از فلان دوستم پرسیدم، از استادم پرسیدم، از فلان شخصی که اینقدر کار میکس و مستر داره پرسیدم برای این دستگاه. اصلا اشکالی نداره پرسیدن. اصلا یکی از روش‌های انتخاب مشورت کردن با شخصیه که اون دستگاه رو داره، به شرطی که اون دستگاه رو داشته باشه و دستگاه‌های دیگه هم تست کرده باشه. چون بزرگترین اشتباهی که به وجود میاد این یه چیز همه‌گیره، یعنی من به شخص خاصی پوینت نمیدم. من اگه فلان دستگاه رو داشته باشم 100% اونو اول از همه پیشنهاد میدم و برای شمایی که تازه میخوای بیای توی بازار با کلی تجهیزات مختلف این نکته بسیار منفی میتونه باشه، برای اینکه احتمالاً دستگاه جدیدی تولید شده، همونطور که مسهر گفت اون شخصی که شما ازش پرسیدین اصلا نمیدونه که این همچین دستگاهی تولید شده یا اصلا وارد ایران شده، الان قابل دسترسه تو همون رنج قیمتی که خودش هم یه دستگاه مشابه داره. یه چیز دیگه هم که هست آنباکس کردن ساده و اینکه نشون بدیم خب این دستگاه روش تو حالا یه دونه کابل داره، اینقدر ورودی داره، اینقدر خروجی داره، واقعا حق مطلب رو ادا نمیکنه. شما باید بیای تست کنی و صدای اون دستگاه رو بشنوی. باز تاکید میکنم مخصوصا دیوایس هایی که قیمتشون خیلی میره بالا واقعا در دسترس نیستن و ما این آزادی عمل رو مخصوصا توی ایران نداریم که بگیم که خب من اینو میخرم. آدیومک یکی از کاراش اینه که دعوت کنه از کسانی که استودیو حرفه‌ای میخوان ببندن یا میخوان یک دیوایسی بخرن که واقعا رده بالا هست، بیان بشنون، تست کنن و بهترین انتخاب و درست‌ترین انتخاب رو انجام بدن. حالا شاید مثلا یاد نیاد ما خیلی سال پیش، فکر کنم بالای 17-18 سال پیش، دستگاه ها رو ویترین میکردیم، باز میکردیم از جعبه و باز شدهش رو توی ویترین میچیدیم ولی وصل نبودن. حالا یه حس خوبی میداد این که شخص ببینه، حالا دست بزنه به ناباش یا کیفیت ساختش رو مثلا ببینه، ولی تو کار صدا که همه چی برمیگرده به اون ادراک شخصی، اونم کمک نکرد. و حتی برای تست ما سعی کردیم اینجا رو به بهترین نحو ممکن با کمک گرفتن از مهندسان آکوستیکمون آکوستیک کنیم که ایزوله درستی داشته باشه و روم آکوستیک یا ریورب داخلی درستی داشته باشه که وقتی دارید تست میکنید مطمئن تست کنید، چه اسپیکر چه میکروفون. یکی از اتفاقای خیلی خوبی که تو این دهه گذشته برای تجهیزات استودیویی افتاد، اضافه شدن سایت های فروش آنلاین به این مجموعه بود و به همکارای ما بود. خیلی کمک کرد، مخصوصا برای اشخاص و هنرمندایی که خارج از تهران بودن و حالا تو نقاط بسیار دوردست بودن. یه شخص نمیتونست ببینه که آقا چه دستگاهی موجود شده، قیمتش چنده. بعد از چند سال
من خودم یه مشکلی رو دیدم که این مشکل داره بیشتر میشه هر دفعه. توی سایت شما میتونید که یک مدلی رو پیشنهاد بدید و این مدل، این پیشنهاد دادنه هی زیاد شد، برگشت به همون حالتی که از استادم پرسیدم، از دوستم پرسیدم، باعث میشد که همه محدود بشن به یه سری برندهای خاص و فقط ما دیدیم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک محیط استاندارد درست کنیم و دعوت کنیم که این دستگاه‌های حرفه‌ای رو تست بکنن. اون ذهنیتی که خب چون روی چند تا سایت، حتی سایت مجموعه خودمون، این برند من دارم صفحه اول میبینم، این ذهنیت دوباره یه خورده شکستی ایجاد بشه درش و بتونن برگردن به اون حالتی که آقا من باید تست کنم دستگاه رو بخرم تو این لول قیمتی. تعارف هم نداریم، بالاخره این یک بیزنسه و کسایی که تو این بیزنس کار میکنن این بیزنس رو انجام میدن که حداقل در یک قسمتش یک سودی ببرن. حالا این سود این بیزنس هم خودش یک مسئله هست، یعنی ممکنه کسی یک سایتی داشته باشه و جنسی رو روش پروموت کنه که سود بیشتری ازش میبره. بالاخره کمپانی ها تخفیف های متفاوتی دارن روی کالاهاشون و کسی که سود بیشتری میبره شاید اون کالایی رو پیشنهاد کنه که واقعا سود بیشتری براش داره و اون واقع بینی رو شما از دست بدید وقتی دارید پیشنهاد میگیرید از یک کسی. یه بحث دیگه هم هست، اینه که خیلی ها فروشنده اند در واقع، یعنی براشون فرقی نمیکنه خونه بفروشن، ماشین بفروشن، میوه بفروشن یا کارت صدا بفروشن. ما اینجا یه جورایی میشه گفت نردهای صدا هستیم، یعنی علاقه وافری به صدا داریم، واقعا عاشق این کاریم، همواره سعی میکنیم آپدیت باشیم. داشتن این اطلاعات برای خودمون اول ارزش خیلی زیادی داره و با علاقه بسیار دنبالش میکنیم هر روز. حالا برندهای مختلفی که میان و حالا محمد رضا خیلی تجربه بیشتری داره، خیلی از برندهایی که شما میبینید الان در ایران حضور داره رو امثال محمد رضا تحقیقش رو انجام دادن و پیشنهاد دادن که این برندها وارد ایران بشه و در خدمت شما قرار بگیره. پس با یه مجموعه طرفید که واقعا آپ تو دیت هست و میتونه خیلی به شما کمک کنه. این موضوع تعداد فروشنده از اونجا برگشت خورد، بازم برمیگردم به سایت‌های فروش. ما خودمونم که سایت فروش زدیم اون سالهای اول، انقدر حجم مشتری زیاد شد که مجبور شدیم فروشنده اضافه کنیم. همین اتفاق در مورد بقیه همکارای ما هم افتاد. خب چند نفر مگه هستن که این دستگاه‌ها رو از نزدیک لمس کردن یا بشناسن یا اصلا خودشون کارشون موزیک باشه؟ واقعا تعداد کمه. اون شخصی هم که کارش موسیقیه، خب دوست داره هم موسیقی خودش درآمد داشته باشه، نه اینکه بیاد فروشنده بشه. حتی خودمونم که میگیم تجربه داریم، بله حدود 20 خورده سال من تجربه توی فروش دستگاه صدا دارم، تو نصب استودیو دارم، ولی حتی منم تو چندین سال اول مگه با چند تا برند کار کرده بودم؟ مگه با چند تا کار صدا کار کرده بودم؟ 100% پیشنهاد من توی در واقع نوع برند یه خورده جهتگیری پیدا میکرد. من شخص خودم اصلا دارم میگم و هم این موضوع رو کاملا میتونن تو خودشون ببینن. و وقتی جای درستی نباشه من میتونستم یه دستگاه جدید رو بیارم، خب جای استاندارد نداشتم برای تستش، خواننده درست، حالا جا هم داشتم خودم می‌خواستم، خودم خواننده نیستم، مثلا میگه الو تست می‌خواستیم تو میکروفون بکنیم، میمون تا وقتی که من بتونم اینو تو یه استودیویی برام دمو بدم و اونجا نتیجه تستش و رکوردش رو بردارم بیارم بگم خب این دستگاه رو رفتم فلانجا دمو دادم، اصلا فروشم نرفت، اصلا نخواستن نپسندیدم، ولی حداقل تستش کردم. یعنی حتی برای خودمون، برای مستحر، برای افراد دیگه‌ای که میخوان تو این در واقع تو قسمت فروش کار بکنن و پیشنهاد بدن دستگاه رو، وجود همچین مجموعه‌ای لازمه که شما یه استودیو کامل داشته باشی، از آکوستیکش مطمئن باشی، از تجهیزات مطمئن باشی، از اسپیکر مطمئن باشی. چیزی که میشنوم اینجا صدای بسیار درستیه، حداقل تو استودیو خیلی مطرح دنیا دارن از این اسپیکر استفاده میکنن. بعد بتونم جهتگیری فکری خودم رو اول درست بکنم که اصلا این برند و این میکروفون و این اسپیکر من به چه شخصی بخوام پیشنهاد بدم. واقعیت هم این هستش که یک پیشنهاد اشتباه میتونه، میگه خشت اول چون نهد معمار کج دیگه، تا ثریا اشتباه میره. پیشنهاد اشتباه توی میکروفون، شما یه میکروفونی میخری، سازتون میخوای رکورد کنی و اون نتیجه نمیرسی و ممکنه رها کنی این کارو و این به نظرم وجدانی هم درست نیست. یکی از دلایل دیگه این که حالا بعضی میگن آقا چقدر هاردور گذاشتین تو این استودیو، پلاگینش وقتی هست متاسفانه به صورت رایگان هم داریم استفاده میکنیم از خیلیاش، دیگه اصلا لزومی نداره هاردور بخرم. این تفکر تو این چند سال گذشته بیشتر شده به دلیل اینکه نتونستن این دستگاه هاردور رو تست بکنن و
متاسفانه فقط به جهتگیری ویدیوهایی که توی یوتیوب هست یا باز دوستانی که دارن پیشنهاد میدن، خیلی از ویدیوهای یوتیوب، خیلی از ریویوهایی که از اشخاص میخونین کاملا پشتش اسپانسرشیپ هست، کاملا دارن یک پولی دریافت میکنن و توی کارشون چندین بار دستگاه رو نشون میدن و چندین بار میگن نه واو این مثل هاردورش داره کار میکنه. هیچ کمپانی نمیتونه ادعا کنه من مثل هاردور دارم کار میکنم. هیچ کمپانی، همشون جمله هاشون اگه متن انگلیسی رو دقیقاً بخونید، حتما شما تو این موضوع که ترجمه کاربرداری انجام میدی دیدی، میگن ما نزدیکترینیم. حالا این نزدیکترین چقدر فاصله است؟ ممکنه از ته مثلا 10 تا آخر این 1 سانت بالاتر باشه، ولی 1 متر دیگه فاصله داشته باشه تا به اونجا برسه. فقط میگم ما نزدیکترینیم. ما تو این مجموعه سعی کردیم دیوایسایی رو بذاریم، حالا شادو هیلز LA2 پروژه رو بتونن بیارن اشخاص با خود پلاگین همون یونیورسال آدیو یا پلاگین الینس، همون هر برندی که خیلی مطرح هست تو کار استفاده میکنید، یه مقایسه بکنید. فقط یک مقایسه ببینید اصلا این هاردور واقعا به درد میخوره یا اون کمپانی نمیدونم فقط دوست داره یه چیز لوکس درست کنه بذاره تو ویترین من نفروشه. من همیشه یه چیزی رو میگم، اگر قرار بود پلاگین جای هاردور کار بکنه، همونجوری که گفتین میگن که نزدیک میشیم و واقعا هم نزدیک میشن، ولی چقدرش حالا بماند. اگر قرار بود کار بکنه که خب ورشکست میشدن. پلاگین $300 شادو هیلز بود، چرا بیاد $11,000 تولید بشه هنوز؟ چرا بخرنش؟ فرق میکنه. خود یونیورسال آدیو که داره LA2A رو که کنار من هست تولید میکنه، پلاگینش هم میزنه دیگه. خب اگه پلاگین به اندازه فروشش، مطمئن باشید فروشش در پلاگین بالاتر از دیوایس، خیلی بالاتره. یعنی پلاگین بیشتر فروش میره. چون خود من فرض کنید پول اینو ندارم که اینو بخرم، با $300 حداقل میگم آقا دارم بهش نزدیک میشم تا بخوام $5,000 مثلا پولشو بدم. ولی تفاوت از زمین تا آسمان است. اصلا دیجیتال با آنالوگ تفاوتش قابل بیان نیست. در همین حدی که من دارم میگم حتی بیشتر. ما با 0 و 1 در طرفیم، اونور با الکترون و الکتریسیته طرفیم. یک دنیا. میگه یه چیز جالبی خوندم، میگفت که من آنالوگ تو عکاسی بود، میگفت من آنالوگ رو دوست دارم، تو صدا میشه تعمیم داد، چون دنیا آنالوگه، دنیا که 0 و 1 نیست. دقیقاً. چند تا باور اشتباه هم هستش که حالا من این لیست کردم. از این چند تا که دارم میگم دیگه انقدر شنیدم تو این چند سال، انقدر تکرار شده که دارم اینجا بیانشون میکنم. اون بحث هاردور و نرم افزار رو که مفصل بود یه توضیح دادم. یکی از حرفای دیگه اینه که آقا اصلا پریامپ هاردوری لازم نداریم. ما کار صدا پریامپ داره دیگه. انقدر هم پریامپ داره، شما پول میدی یه دونه کانال پریامپ بخری، خب کار صدا پریامپ داره، خودش انجام میده، تا 8 تا هم برات انجام میده. این دوباره یه بحثی که اصلا متوجه بشن که پریامپ سخت افزاری چه کاری انجام میده. اینو واقعا بعد ما یه دونه رکای اینجا رو فقط تخصیص دادیم به بزرگترین پریامپ هایی که پرفروشترین پریامپ هایی که توی حالا خیلی از استودیوهای دنیا میتونید ببینید. یکی دیگه این که تاکید کردن به یک برند برای کار صدا یا به یک برند برای میکروفون، تولید و عرضه یک دونه محصول سخت افزاری واقعا کار سختیه، واقعا هزینه بره، واقعا کلی آدم میخواد که یک دستگاه تولید بشه. اگر واقعا یک برند بهتر بود، حالا ما در مورد برند یونیورسال آدیو تو ویدیو اول گفتیم 12 سال جایزه گرفته، ولی همش هم دارم تاکید میکنم روی این موضوع که برای کار خاصی، برای تعداد ورودی خاصی، برای کاربری خاصی تو اون شرایط خاص این انتخاب شده نسبت به هزینه‌اش. اصلا تأکیدی به نوع برند نداریم. این بزرگترین اشتباهی هست که دوستان انجام میدن. اگر اینجوری بود هیچ کمپانی کار نمیکرد. برمیگردیم به حرفی که مسحر زدن، همشون ورشکست میشدن دیگه. یه دونه کمپانی میومد همه چی رو میگیره. یه حرف دیگه هم هستش که هدفون اوپن داریم، هدفون کلوز داریم و میگن آقا اوپنه که فقط برای میکسه، میکس و مسترینگ. اصلا این واقعا فقط برای این کار نیست. ما یه ویدیو اینستاگرام درست کرده بودیم، فکر کنم 2-3 سال پیش بود، قبل از کرونا بود، که این موضوع رو مثلا توضیح دادم اونجا.
یا هدفون میکس فقط باید اوپن باشه، اصلا شما اصلا هدفون کلوز اهمه بالاتر، فقط برای کیفیت رکورد بالاتری داره. بزرگترین موضوع، حالا باز این اهمه رو یه مقدار تو این سال گذشته با تولید مدل‌های جدیدتر یه خود بهتر شد، ولی 250 انگار مگاپیکسل دوربین بود. میگفت آقا اون 250 اوم دیگه بهترینه، 300 اوم این ته صداست. یه سری دیگه هم داریم که میگن فلان اسپیکر چون فلانی اونو داره، یا میگن که مثلا میان 3 جفت اسپیکر ارزون میخرن که بتونن سویچ کنن به جای اینکه یه جفت اسپیکر، یعنی پول ستاره بدن یه جفت بهترش رو بخرن، یعنی با 3 تا ماشین رد پایین برن مسافرت یا با یه ماشین رد بالا. خب رد بالای خیلی بهتر به شما کمک میکنه. گرونترین اسپیکر رو خریدی، داخل چه شرایطی شنیدی اونو؟ یا اون استودیویی که رفتی شنیدی اصلا اتاق درست بود؟ بزرگترین معضل توی آکوستیک هستش. این اول و آخره، یعنی اگر آکوستیک درست نباشه هر چی که دارین انتخاب میکنید کلا اشتباه میشه. یکی از بزرگترین معضلات فروش پنل‌های آکوستیک شد که یه دفعه زیاد شدن و اینکه اصلا با عنوان میگن آقا آکوستیک کردم فقط ابر زدی، فقط ابر داره آنلاین فروخته میشه. یه سری دیفیوزر هم باز دارن فروخته میشن، ولی علاوه من تخصصشو ندارم بخوام اینجا صحبت 100% بکنم، ولی تا اینجا میدونم که دیفیوزر انقدر سخت ساختش و انقدر برای یک فرکانس خاصی تیون کردن سخته. ما اینجا خودمون تو استودیو یه دونه نمونهشو گذاشتیم، ولی فقط نمونه است، یعنی خودمون میدونیم تو این رنج فرکانسی داره کار میکنه. شما خرید آکوستیکو اصلا نمیتونی تا وقتی ندونی اتاق چه مشکل فرکانسی داره نمیتونی آنلاین خرید کنی. همه اون پنلایی که داره آنلاین فروخته میشه برای بخواید تخصصی بهشون نگاه کنید به چه دردی میخوره، برای ایزوله کردن رنج فرکانسی وکاله، برای نریشن گفتن، برای وایس اوور کردن، برای این کارتون رو راه بندازه. اصلا نمیتونید تکیه کنید که من آکوستیک کردم، ابر زدم، این شکلش کنجی بود بیس ترپه، چون شکلش برای کنجی بیس ترپه، باز بیس استودیوم زیاده پس این اسپیکر خوب نیست. آخر سر میرسه به اینکه بعد این اسپیکر خوب نیست چون بیس زیاده. نمیبینه که اون اتاق بیس زیاده، اون اتاقات فرکانس بم نتونسته کنترل کنه صدا رو که بیس اون اسپیکر زیاد شده. این آکوستیک انقدر مهمه که میگن شما هر هزینه‌ای میخوای برای استودیوت بکنی نصفش برای آکوستیک، نصف دیگه‌شو برای تجهیزات بخر. حالا اگر آکوستیک سالم و درست شد بیا حالا در تجهیزات هزینه بیشتری کن. و این حالا این بحث آکوستیکی کردین، ابرهایی که داریم هیچ نامونشونی ندارن، هیچ چارت پاسخگویی فرکانسی ندارن که چه چیزی و چقدر میگیرن تو چه محدود فرکانسی. حالا سوای این همه افسانه‌ای که توی صنعت موسیقی ایران هست، مخصوصا تو این قسمت تکنیکالش، ما اومدیم اینجا یه چیز دیگه هم بگیم که انقدر همه چیز رو راحت نگیریم. یعنی ما از مسترینگ وقتی صحبت میکنیم خوبه که بریم سرچ کنیم ببینیم استودیوهای مسترینگ در دنیا چه دیوایس هایی دارن، کسایی که دارن باهاشون کار میکنن تحت چه شرایطی کار میکنن، و بعد اسم بذاریم روی سری کارها، بگیم من میکس کردم، من مستر کردم. درباره مسترینگ میشه سالها صحبت کرد، یعنی ویدیوهایی بگیریم که تموم نشدنی باشه، اینقدر ساده رد نشیم، یه ذره تکنیکال تر به قضیه نگاه کنیم. واقعا یکی از هدفهای دیگه آدیو مگ اینه که سطح کیفی تکنیکال موزیک ایران رو در بحث انجینیرینگ بیاره بالا. من و محمد رضا متخصص هارمونی و ملودی و اینا نیستیم، ولی اون ور قضیه رو انقدر حالا منیوال خوندیم، انقدر ویدیوهای آدمای بزرگ رو دیدیم که میبینیم خیلی قضیه وسیعه. چند روز پیش یکی از آهنگهای گروه تول رو تو برای من اینجا پلی کردی، بعد خب محمد رضا خیلی توی سبک راک و متال و اینا گوش میکنه، من یه ذره اونورترم. بعد گفتم خب چقدر خفن، ببینیم کیه. رفتیم چک کردیم، گفتیم خب مثلا میکس انجینیرش در سال 1900 فلان فلانی بوده. تو اون سال استودیوشو نگاه میکردی، تو اون سال میگفتی یا خدا، گفتی این چه استودیوییه. ما نباید با ایران خودمون رو مقایسه کنیم، بگیم فلانی اینجا من زدم رسیدم اینجا، بعد میریم یه میکس گوش میکنیم مثلا از دوالیپا، نمیدونم از ویکند، از فلانی، میبینیم اینجا اصلا حالا نمیشه بهشون رسید. چرا؟ چون دانشش درست نبوده و دیوایسش. یعنی این دوتا رو کنار هم باید ما میخوایم تو آدیو مک سعی کنیم حتی شده یک پله به این نزدیکتر بشیم. بزرگترین کمکی که آدیو مک میکنه به شخص خود من و شخص خود شماست. یعنی وقتی
هنرمندای عزیز تو این مدت کوتاه اومدن اینجا، انقدر از خودم چیزی یاد گرفتم، از اینکه بالاخره یه اتاقی داشتم که بتونم سبک سنگین بکنم، بتونم دقیقاً تفاوت این میکروفونا رو بگم و با فکت و با وکال رکورد شده واقعا تازه گوشم بشنوه که نه واقعا فرق میکرد. ما توی دموروم معمولی این کارو میکردیم و تو استودیو میرفتیم که حالا میگفت اینجاش درست نیست، حالا اینجاشو حواست باشه مشکل استودیو ماست. اینجا بزرگترین کمکی که میکنه اول به شخص به خودمونه که بیشتر یاد بگیریم با بودن یک فضای آکوستیک درست، با تجهیزات تو لول حرفه‌ای و تازه همه اینا رو جمع بکنی به غیر از یکی دو تا قطعه‌اش یه چیز روال تو هم استودیو خارج بی‌تعارف میگیم، اصلا هم نمیخوایم مقایسه خیلی غیر معقول بکنیم. واقعا بخواید درست فکر کنید همه اینا هم استودیو هستن به غیر از 2 تا 3 تا تیکش. حالا اینجا به دلیل هزینه، به دلیل هزاران شرایط دیگه که هممون بیشتر تو این چند سال باهاش روبرو شدیم، یه مقدار سخت آپگرید کردن. امیدوارم که ما اینجا بتونیم با شرایطی که فراهم میکنیم برای هنرمندای عزیز، برای دوستای خودمون که بیان اینجا، اول ما چیز یاد بگیریم از هنر اونها با استفاده از این دستگاه‌ها، خودمون اول چیز یاد بگیریم. من مخالف اینم که تو یوتیوب بری و انتخاب بکنی، ولی حداقل میتونی ببینی آقا این شخص اومد، این هنرمند اومد اینجا، این ریاکشن رو داشت، با این دستگاه تست کرد، نظرش کاملا منفی بود یا کاملا مثبت بود. این یکی از هدفهایی که ما اینجا رو تأسیس کردیم و اینجا رو درست کردیم و امیدوارم که بتونیم هر چی بیشتر به این هدف نزدیک بشیم. یه دونه مثال بزنم در مورد این چیزی که محمد رضا گفت. دقیقاً چند روز پیش ما یه مقایسه‌ای داشتیم توسط یک خواننده بین نویمن 102 و 103، دو تا میکروفون جمع و جور نویمن. خب 103 پرفروش‌ترین میکروفون نویمن، به شخصه از من بپرسید میگم 103 بخر، خودم نشنیده بودم کنار هم، ولی وقتی که گوش کردیم واقعا انتخاب سخت بود، خیلی سخت بود که اینو بخرم یا اینو بخرم. 103 گرونتر بود، یعنی هم برای اون هنرمند سخت بود، هم برای من سخت بود، هم برای محمد رضا سخت بود. انتخاب سخت شد چون میگم ما هم خودمون در یک شرایط ایدئال خیلی چیزا رو نشنیده بودیم. مثال من میگم کمپرسور شادو هیلز که پشت منه، کمپرسور خیلی خوبیه، $11000 بدید بخرید. چه اتفاقی میفته؟ من تا نشنومش برای چی باید $11000 پولش رو بدم؟ شاید اتفاقی که روش داره انجام میده برای من مستحضر اندازه API 2500 $3500 باشه، برای گوش من، برای سبک موزیک من چرا اونقدر پول بدم؟ ادامه پولمو میام هزینه میکنم تو یه چیز دیگه. پس این شرایط فوق العاده ایدئال واسه کساییه که واقعا به این دیوایس ها فکر میکنن و میخوان بشنون قبل از اینکه بخرن. یه چیز دیگه که من خودم به شخص خیلی روش تاکید دارم اینه که یه حرفی رو نمیزنم، یعنی اگه 99% مطمئن باشم ازش واقعا نمیگم، چون شاید 1% رو من نخوندم یا پیدا نکردم و ممکنه خراب بشه. واسه همین چیزی که در آدیومک گفته میشه مطمئن باشید که 100% سرچ شده، یعنی تا جایی که تونستیم مانیوال خوندیم، ویدیو دیدیم، لینک های مختلف رو خوندیم. حرفی که میزنیم حرفیه که خودمون واقعا کاملا اطمینان پیدا کردیم. در کنار اون اطمینان هم دوباره گفتیم ما فقط شرایطی داریم درست میکنیم که اگر شرایط حضور فیزیکی تو این مکان‌ها داشته باشین، باز خودتون تست کنید ببینید اصلا حالا این حرف درست بود، برای من درست هست یا نه. اخبار روز دنیا رو که ربط به تجهیزات داشته باشه بیشتر ما میخوایم در اختیار شما بذاریم. اگر بتونیم لابلای ویدیوهامون، یعنی ویدیوهای خاصی نریم که بگیم این اتفاقها افتاده، لابلای ویدیوها بگیم راستی اینم هست، این کمپانی هم اینو ریلیز کرده، این فلان کارو کرده. و یه بحث دیگه هم که داریم اینجا، دنبال خدمات دادن این استودیو یا به اصطلاح آفیش کردن این استودیو برای شما هم هستین به عنوان ضبط و مسترینگ که شما بتونید بیاید استفاده کنید اصلا از این استودیویی که اینجا هست. چون واقعیتش رو بخوای من خودم رو میگم، تقریبا اینجا الان حدود جمع بزنیم $100,000 دیوایس هست و حالا من اگر نصفش هم بخوام پولش رو ندارم، نصفش هم بخوام پولش رو ندارم و ممکنه که واقعا یه دست نیافتنی باشه برای بعضیا. ولی خب آفیش کردن یه ساعته، 2 ساعته، 3 ساعته اینجا خیلی راحت تر باشه. من دستم به مسیف پسیو، به شادو هیلز، به بلک باکس، به اینا بخوره و موزیکمو از توی اینا رد کنم. دنبال راه حلش هستیم، بیشتر از راه حل دنبال وقتش هستیم. خیلی وقت اینجا فشرده است و محدود. امیدواریم که بتونیم این خدمت رو حتما به مشتریان عزیز حالا مجموعه تکنیک و حالا دوستان آدیومک ارائه بدیم.
این بحث گزارش اخبار یا اطلاع رسانی اخبار رو که گفت مصطفی در واقع مطرح کرد، ما ویدیو قبلی ویدیو اول شد تو کانال در مورد TEC آوارد داره، ولی خب انقدر TEC آوارد برای خودمون مهمه که ما هم از اول سال هی پیگیری میکنیم، منتظریم که اسکار دیگه، اسکار صداست، اسکار صداست دقیقاً، و تولید محتوا کردن براش بسیار لذت بخش بود. یعنی که ما اصلا اولین بار بگیم که آقا TEC آوارد هست، خیلی از پیگیرش هست، اصلا خیلی ها نمیدونن. من شاید شما بدونی، شما که داری نگاه میکنی، ولی شخص ما که اینجا با خیلی افراد مختلف در تماس هستیم میدونیم خیلی ها نمیدونن اصلا TEC آوارد چی هست، به چه دلیل داده شده، اصلا مهم نیست. TEC آوارد البته بزرگترینش هست. ما چند تا آوارد، چند تا جایزه دیگه داریم، مجله مختلف یا بعضی سایت ها هم حتی به جای رسیدن که خودشون هم انتخاب میکنن جایزه میدن، ولی TEC خیلی خوبه. یکی از نمونه هاش همون ویدیو، اگه ندیدین باز یه خورده تایمش طولانی شد، باز خیلی سعی کردیم که کوتاهش بکنیم ولی نمیشد دیگه از این کوتاه‌تر نمیتونستیم تولیدش بکنیم. میشه تا میونی کلمات گفت که تا حدی دلیل پیشرفت دنیای صدای تکنیکال وجود اون جایزه هست. یعنی همه سعی میکنن یه چیزی رقابت سالم در هر چیزی باعث پیشرفت میشه. دقیقاً ما چیزی که خودمون حتی تو همینجا هم دنبالشیم که بیان بین دستگاه‌ها رقابت سالم بکنن و هیچ ذهنیتی تزریق نشه بشه کسی در مورد انتخاب دستگاه. آدیومک تو مجموعه تکنیک هست. تکنیکو اگه بلدین اینجا هم بلدین، میتونید تماس بگیرین و در مورد حالا هر چیزی در مورد انتخاب دستگاه، در مورد ساعت تست و اینا با هم در تماس باشیم، هماهنگ کنیم. در واقع آدیومک میتونه مشاوره تلفنی به شما بده، مشاوره حضوری بده. در اینستاگرام در خدمت شما هستیم اگه خواستید دیرکت یا دایرکت بدید، و آدرس همونجوری که محمد رضا گفت میشه فعلا همینجاییم، میشه تهران جمهوری تقاطع 3 تیر پلاک 1.